درود میگم برای همه بیننده شبکه‌های اجتماعی دلیر مالی. امیدوارم شما خوب و خوش و سریحال و سرپول هستید. و نشر نوبتی به قیچی ما در سال 2022 است. مهمان امروزه ما بابا جان مهتاجیان است. شاید برای بسیاری از بیننده‌های شبکه‌های اجتماعی آشنا نباشد، ولی در فیسبوک خیلی فعالند و دلیل صحبت ما هم رفتن بابا جان مهتاجیان از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم بود و رفتن چند از جوانهای دیگر از این مؤسسه که بابا جان در یک نوشتهش در صفحه فیسبوکی خودش با نام باغ زاغان نشر کرد. خب باغ زاغان این همین درخت من در نظر داشتم که در بالای همون زاغان می نشستن. دقیقاً همین درخت بود. هر یک ایجادکار محیطش تاثیر میکنه. هر یک ایجادکار محیطی کاری. اگر که در آمستردام هم باشی محیط از آمستردام چی میگن تاثیر میکنه. اگر که در دوشنبه باشی محیط دوشنبه. اگر انزیر همین ارچه باشی همین ارچه باغ چی. واقعا زاغ دارد این بود. بیگا میآیند اگه بیگا میآیند جمع میشوند. اگه بیگا میآیند یک چی رمزی اومد که ولی در اصل خودت باغ زاغان گفته تاجیک فیلم در نظر داشتی. نه اینو این خلوت کردن مثلا اون ارچه بالا اون ارچه این ارچه همه باغ هر یک زاغان میومدن بیگا میآیند کو بیگا میآیند بعد جمع میشوند. بعد اینجا وارد کردیم آبرنگ شدیم هر کس انا در همین مثلا متنای من مثلا چی شدید چی میگن خاراکتر شده خوب شد پیش از اون که مثلا خاراکترش نبینن خوبتر میشد که در آینه خشنا میدیدن پیش از اون از مطلب من خشنا جستجو میکنن در آینه خشنا میگفتن. ولی کوتاه بگو که سبب رفتن بابا جان همچون یک متخصص جوان از کینستودیا در چی است؟ چی برافتی است کار؟ راستی چند عامل ها داره. یکی از عامل هاش یک قریب یک سال میشه که دیگه یگان لایحه نیست از یگان فیلم نیست کار میکنه فقط یک فیلم ستاره نایان است که از این فیرال تو این فیرال یک سال میشه. ستاره نایان است که بود محبت ستاره کار کرد. خب در اونجا به حیث کی قبول شده بودی؟ در اون وقت ما دوم کارگردان بودم. خب یعنی لایحه نیست یک سبب؟ چه لایحه نیست؟ یعنی میگی که لایحه نیست؟ لایحه نیست ها. خب دیگه عاملش مثلا کمتر بحران اقتصادی که در جهان فرا گرفتگی پاندمی از به قوله همین عامل شده میتواند که مثلا برآمده رفتنم بعد اونجا چند عامل های هست که از اینا میگذریم. اینا میگذریم یعنی کس با کس برخورد داشتی در این داخل؟ شاید ولی در جوابیایی که به خودت نوشتن از طرف تاجیک فیلم که بابا جان چند سال اینجا کار کرد تو چی کار کردی برای مؤسسه؟ گفته یک جوابیه برات نوشتن. دلیر جان میتونی بگو که چی کار کردی واقعا اینجا؟ یک چیزه ما باید که من نمیدونم که از با کجاشو فکر کردن نوشتن. خب یک چیزه برادر جان ما سربازای گمنامی میچیم فیلم یک گروه دست جمعی است. بله عبارت از 30-40 نفرن. بله در پهلوی کارگردان ما راست میشیم و نام های ما در همون و غیره هایی که در تیتر میبراید که مردم وقتی که اونها میبراین میروند نام های ما در اونجا میروند. هم گروه 4-5 کارگردان زیاده از 10-12 تا فیلم است که اگر که فیلم های هنر چرا حساب نکنیم مستنده زیاده از 10-12 فیلم های هنری هست که کوتاه و پرامترش که ما کار کردیم. ما سربازای گمنامیم. مثلا کدوم فیلم رو کار کردیم؟ مثلا فیلم افتابوس، فیلم رقص زندگی، خب فیلم بچه آبی، فیلم بونکر، فیلم بازی، خب فیلم نگاه غزال، فیلم باز میگم مستندها هم حساب کنیم. مستند هستن مستند من باز میگم که فیلم خونه مهر که مؤسسه دولتی تاجیک فیلم فکرگی و چند پروژه های هست که در داخل مثلا کمپیوتر مثلا پروژه ها ساخته ماندیم اکتور و هنرمندا رو انتخاب کردیم تا شخ موندن علامو چی چه شخ موندن کی دستگیری نمیکنه؟ شاید نمیدونم من موندن ممکن که میگن که تو خودت لایحه پیشنهاد نمیکنی همچون کارگردان یا مؤلف خودت پروژه نداشتی. ببین دلجان من مثلا برای که یک همچون یک مسئولیت در من فیلم هنری 20 سالگی 600 فیلم مستند چشم کردن. خیلی بچه‌ها میدونن که مثلا من از کتابخانه ملی از ارشیو از هر جای یک در یک فکت خوب بود یک دلیل خوب بود یک چیزی بود همون مثلا من جامعه آوری کردم یک فیلم مستند برای 20 سالگی سازمان همکاری شانگهای آماده کردم که نمیدونم با سبب چی عامل هایی که مثلا از ما با فرمان ما برآمد ما قراری وقت چی گرفتیم امضای پروفسورایی که در وقت فعالیت دارن که از روی فیلمنامه‌های همه بچه میشود که یگان کار کرده ولی بعداً
تغییر خورم مثلا از ما در خوشه دو طرف مثلا من 30 سالگی استقلالات فیلم مستند کردم هنری و مستند بود ایگروا و دکومنتری فیلم بود که این هم در کدام رفت هم تای فیلم نامو رفت که دیگه با گوشه فراموشی رفت. فیلم‌های هنری پیشنهاد کردی یگان چیز یگان بار؟ ما گفتم دو تا فیلم هنری پیشنهاد این مستند بود این دو. فیلم‌های هنری؟ بله. فیلم‌های هنری نه. فیلم‌های هنری پیشنهاد نکردم نه. با خاطر چی؟ با اون خاطری که وقتی که من فیلم کوتاه با نام خانه مهر گرفتم من فهمیدم که جهان دانشجوی مثلا فیلمیم دانشجویی که برای تجربه‌ای که تجربه‌ام سستن برای فیلم هنری و تصمیم برای فیلم هنری و این جای وایش نیست این آدم در این حالت باید که خوب بیاموزه بعد خوب پخته شود بعد مثلا پیشنهاد کند و بعدا وقتی دیدیم که مثلا کمتر خامی کردیم این همی گروه فیلمایی که از نامبر کردم و بعضیش از خاطرم اومده است در همین فیلم من به صفت یاور کارگردان دوم کارگردان اسیستنت ادمنستراتور کار کردم فعالیت کردم مثلا تجربه انداختم و حاضر که میوه و حاضر که ما یک درخت نوبر شدیم و باید میوه میگرفتیم که قطع شدیم. حالا ببین که مزد معاش چقدر میرسید در اینجا وقتی که خدمت میکردی؟ 1200 تومان میگرفتیم. 1200 تومان با نرخ نوایی که امروز بازار دارد و در دوشنبه زندگی میکنی چه حال داری؟ من راستی همچون یک گاه وقتا آدم وقت تنهایی در میشینه بعد سوال‌هایی هست که سوال‌های گوناگون میاد در ذهن آدم. مثلا سوال‌هاش همینه که تو در 30 سالگی رفته نه است نه خونه است نه است ماشین نه است چیه و دنبال فیلم رفته است دنبال کار رفته است من چون که عاشق می کارم من به این کار عشق می‌ورزم این کارو من دوست می‌دارم گاه وقتا میشه که همین سوالا دست پا خوره میکنه آدم که ولی نگرانش هم نیستم یک روز میشه که همش جابجا میشه ولی واقعا میخوام جواب بگیرم که با 1200 چی زندگی داشتی؟ زندگی مثلا در ماه گوشت می‌خوردی؟ نه من هم قیمشی که همین قرضایم تاجیک فیلم میدادیم و موش خونه شب هم راه پولی بود میگم در خونه برادرم زندگی کردم یک بچه کلان و در خونه برادرم زندگی کردم یعنی تو این حد دلبخته کسب بودی؟ من تو این وقت دلبخته کار و با گفتن که برا دیگه از اینجا همین خیلی ولی در مطلب باقی زاغان نام چندین نفر هم گرفتی از کارگردان‌های جوانی که با هر دلیل رفتن ولی شاید نامشون رو بگیریم چون تو هم گرفتی دیگه با هر دلیل رفتن بحث خودشون مثلا بهروز دولتبیک رومی شوازیموف دلوار سلطانی فردوس از فردوس نینو عزیز ستوری هم رفت عزیز ستوری اینو پیشتر رفته بود ایو خب خلاصا 2-3 سال اخیر در رفتن همش بله اینو نفرایی هستند که ولی من اینا رو گفتم که صاحب مکتب به خود بچی خاطری اینو یک نفرش رفت در آمریکا خون یکیش در هندوستان خون یک نفرش در ایران خون یک نفرش در روسیه خون یک نفرش در اوکراین خون یک نفرش در اروپا رفت خون یکیش در دانشگاه پوسان کره جنوبی خون اینو صاحب مکتب دادن ژانرهای گوناگون آورده بودن در همین تاجیک فیلم که مادری اونا بود مثلا جمع کرده بودن وقتی وایشو بود نمیدونم با عامل‌هایی که برآمدن رفتن کی سبب شده میتونه که اینا رفتن راهبریت میتونه سبب باشه برای رفتن همین جوانا چرا نه بله راهبریت وقتی که عریضه مینویسی پیشنهاد میکنی راهبریت بپرسه که جو میره این برای یک نفری که باید میره برای یک نفر متخصص میره این جامعه مثلا دیگر دولت‌ها بانگ خطر میزنن که یک متخصص ما برآمده یاد هست ما 2 سال پیش یک ویدیوگزارش مراجعت کرده بودم من با محمد سعید شاهیان که تازه به سر راهبری آمده و رفتن دلیر نظرم همون شب روز سر و صدا بود برای رفتن این جوانایی که گفتیم مثلا همون شب روز گروه آرت ویژن اکمال هم از کین استودیو میبرآمد یک بدبختی ما وقت بود که همین استودیویی که در زیر قنات تاجیک فیلم پرورش میافتن مثلا چخیل این کارگردانای حرفه‌ای هستن این کارگردانایی که میخوان در یوتیوب فیلم گیرن سلسله فیلم سازن بعضی نفراش اینا می اومدن سر یک پیاله چای جمع میشیدن در یک همون وقت کی هم اینجا بود بیان برآمد رفت او وقت مظفر شدی هم اینجا بود این وقت بچه‌ها یک آرت ویژن بود یک مال بود یک نفر دیگه اینه در دیم اتاج در چی میشه فیلم‌های مستند تصویری در دیم اتاج رسامی در میشه یک نفر بچه استاد کی بود آزاد میلیکوف بود نیکروز بفکرم چند نفرای بودن که وایسا رفتن بار کلوارش نگرفتن برآمدن رفتن ولی وقتی که رفتن همینا ببینید ما یک تا معاون داریم اینجا معاون ایجادی و داریم معاون تکنیکی ما با معاون تکنیکی بحث نمیکنیم چون بحثی با سر بچهای ایجادی رفته سر ولی تا کجا بچهای تکنیکی رفتن چون هم چندشون هم گرفتی با اودیل و اینا ولی با میگم شون بله عبدالکریم اودیل که خیلی بچه خوبی تکنیکی اینا رو در یک بار اشاره میکنیم بله بچهای ایجادی وقتی که اینا میرن چرا معاون ایجادی برای نگاه داشتن آنها تلاش نمیکنن در داورش همینه دلیر جان در داورش همینه که شاید که مثلا ما رئیس مثلا ندوند که فرض کنیم که
اینا چی نفر بودند ولی بله. این معاون ایجادی یک نفری هست که از اول تا آخر همیشه در این تاجیک فیلمه و این باید برای او یک درد باشه که یک ایجادکار یک متخصصی خوب تاجیک فیلم از دست داده است. برای یک متخصص مثلا از ازبکستان آورد $12,000 طلب میکنه و این متخصصای خودی هم مثلا در داخل خود باشن هم در مثلا یه حرفه‌ایت دارن و تاجیک فیلم 7 ساله 10 ساله و 5 ساله و 3 ساله 4 ساله اینا رو تربیت کرده است بدون هیچی مثلا برای این خیلی دردآور برای یک معاون ایجادی که باید اینو فکر کنه. طالب رحمت الله معاون ایجادی بله نفری که خودش از کار تلویزیون با کینو اومد خلاصه یک نفری که صاحبی است از همین اختصاص است از همین سمت است بیگانه نیست با قوله چرا این خیلی مناسبت میکند بعد من نمیدونم باید که یک حوز همه جا رو آینه گرفته است همه آینه در بشینه و این سوال برای خودش بده. یک عجیبی است که هر نفری که وقتی که از کینستودیا میرد یا هر وقتی که از نام کدام بچه ایجادی در کینستودیا سر و صدا میشه در شبکه‌های اجتماعی همیشه میبینم که طالب رحمت الله در کامنت ها در شرح ها در فیسبوک با یک نوع همون جوان خودش گناهگار میکند همون بچه ایجادی را در حالی که باید برعکس پشت اون ایستاد از اون جانبداری کند او را دستگیری کند. چرا این خیلی مناسبت میکرده باشه این نفر؟ تو که باهاش زیاد همچون محرر بودی روا داشتی شاید میشناسی شخصیتش و خاراکترش. اکای طالب ما سخت احترام میکنم به شخصیتش من نمیرسم. بله ولی همچون یک معاون ایجادی باید که انا بچه‌هایی که میرفتن مثلا سوالشو میداد مثلا این بگه این سر ارزا رب نیستی و بگه امضاش برای یک متخصصی که 7 سال یا 8 سال یا 10 سال یا 5 سال یا 3 سال کار کرده خیلی دردآوره. من نمیدونم من خیلی گیلمندم اکای طالب که مثلا همین جوانایی که رفتن روز من نامبرش میکنم همینو ناپرسیده یک مثل که در کار در این جامعه لازم نبوده رفتن هیچ چیز گویا که باید نیست این دردآوره. بیا نام هم بچه‌ها رو ببین که کیا با کیا میتونی لابا کنی اگر بچه‌ها تکنیکی هم باشن تو از همین رفتن مثلا سر میکنم از دلیل نظرف دلیل نظرف در همین اداره ما بودن در همون سیخ ما بودن اونجا کار میکردن همچه آهنگساز برای فیلم ها الهام ایجادکارا بود و وقتی که سر میکرد همه میخواستن یک از فیلمنامه میخوام یک تبادل میکرد یک خودی دلیل نظر در همین کوچه های کینستودیا دیدن حواس بود بله یک حواس بود برای ما یک وای بود دلیل نظر اکای دلاور سلطانی رفت و دانشگاه پوسان تمام کرده بود انا در فرانسه رفته من تدوین کرده 4 سال مکتب بزرگ مخملباف گذاشته است مکتب بزرگ مخملباف گذاشته است که نام به نام مکتبی چه هاست در بریتانیا کبیر بله در اکای دلاور خیلی دردآور عزیز ستاری رفت فردوس نینو رفت عزیز گیکی مسکو ختم کرده عزیز دکومنتال فیلم کارگردان فیلم های مستند در چی خونده بود دانشگاه عمومی رسایی کارگردانی خونده بود بله فردوس نینو آمریکا در خونده بود اومده بود بیروز دولت بیگ صاحب مکتب بود این هم دانشگاه عمومی رسایی وگی که خونده بود رسایی کارگردانی ژانر خودش داشت این بچه خودش داشت واقعا ژانر خودش داشت اینا اودیتور خوش نمیافتن تماشابین خوش نمیافتن نمیگه از نمیدونم چرخه سینما رومی شوازیم فیلمش همش نام میگم رومی شوازیم کارگردان بود مکتب داشت سبکی خودش داشت روشی خودش داشت تا حاضر در فستیوال ما رو معرفی میکنه تا حاضر در فستیوال ما رو معرفی میکنه تا حاضر در فستیوال ما رو تاجیکستان معرفی میکنه تاجیکستان هرچند در روسیه است یک سال شد بله کی بود اینجا هست متخصصای ما نادر بهترین سمچک بود حساب و حساب فیلم رنگ ساختمان حساب و حساب داره اخیرا از میخش تا مثلا تا شروع تا همو تخته و چوبش رنگ همین حساب و حساب داره نادر بهترین متخصص بخش ماموریت بود بخشی بنقشه‌گیری و حسابات روشن بود بهترین صدا بردار بود و دیتال با دیتال مثلا صدا رو میبرداشت فرزند همین تاجیک فیلمش تربیتش کرده بود کلانش کرده بود نادرشنی همین نفرا رو میگم این تاجیک فیلم رو تربیت کرد عادل تقی‌زاده بهترین فوکس مند ولی فوکس نمیدونن که مثلا کی فوکس چیست فرض کنیم مثلا بهترین فوکس مند بود و 7 سال اینجا تاجیک فیلم تربیتش کرده بود مثلا خب ما میدونیم برای ما روشن که فوکس چیست همون نفری که روی اکتور هم وقت پشتش خیره میشه و روشن میشه و مسافه متری که بین کامera و چیره هست او را باید خودش معین میکنه که چند متر است باید در وقت کامera در حرکت است باید او را معینش کنه که یگان خیره نشه یعنی نی حرفه‌ای نو حرفه‌ای که نی پروفسیونال نشه برای این چیزا هستن که یک چند وایسه که آدم دردش میگیره عبدالکریم هم یک از نواربردار بهترین از کینستودیا بیرون برآمد ما باید ما قبولش کنیم که ما پر نیستن مثلا گروه های ایجادی ما مثلا ما حاضر حساب میکنیم اپراتور چند نفرن در میشه عبدالکریم هست شهرت هست اکمل واسیدی هست مسعود هست این بچه‌ای هستن که در تاجیکستان اپرات حرفه‌ای ان
ولی حالی یک نوار نفر برداری فقط حرفه‌ای شهرت هستن. اینجا کار میکنه باز یک نفر است شهرت دیگه هستن. همه از اینجا بیرونن از اینجا بیرون هستن. اکمل هم در خوجند اکمل حاسدی بفکرم در چی توجیک فیلم اونجا وایش بله. ولی عبدالکریم برای چی رفت؟ برای منم جالب است که یک بچه خوبی تکنیکی بود از اینجا من بیرون نمیدونم برام راستی عبدالکریم ولی از اینجا رفت. ولی یک چیز جالب است که وقتی که لایحه ها پیشنهاد میشد به شعبه نمیدونم با رهبریت یا با بخش چی دارین اون نفری که از نظارت میگذرونن فیلمنامه ها پیشنهاد بشد تا کجا خودت احساس میکردی که معاون ایجادی طالب رحمت الله پشت این ایده های ایجادی میستاد و دفاع میکرد از اونها تا کجا ایستاد دفاع میکرد راستی من نمیدونم اینو اگر که خودشون با این خودشون هم سوال بدن خوبه اینه که من نمیدونم راستی که اینو چه خیلی وقت دفاع میکردن و میگن ما شورای بدیهی خوب نداریم توجیک فیلم شورای بدیهی خوب اقرار باشه مثلا در جایی که عبدالرفیع ربیع باشه سفر حقدادov باشه سفر اکی سالور رحیمov باشه جمشید رامشگر باشه باز که این نفرا خوب دلیل نظر باشه از جهت کمپوزیسیا باز کارگردانای مثلا محبت ستوری باشه عبدالحی زاکیرov باشه دلیل رحمتov باشه این نفرا مثلا این نفرا سر سفید کردن اینو جوانی شده چند همینو هست کو فیلم بخشیدن چند همینو در شروع وای نیستن یک اکی عبدالحی است تمام یک همچون پروفسیونال نیوی شرافت عرب هم نیست سفر حقدادov هم نه با فکرم نیست این نفرا اگر در شروع باشن وقتی که سینه را پیشنهاد میشوه این نفرا از یکیش از جهاد از نگاه ایدئولوژی یکی از نگاه منفعت های ملی یکیش از نگاه پروفسیونالی کسبیتی ویش یکیش از نگاه چیش آهنگش یکی از نگاه مثلا دیالوگش یکی از نگاه مثلا خود سیناری مثلا یکی از غرض ها نباشه در داخلش این چند نفر وقتی تشخیص میکنن آنالیز میکنن یک تبادل افکار میشوه او وقت یک فیلم یک کار میشوه که نیستن در جهان